سلام. الان که دارم این ویدیو براتون میگیرم 17 خرداد ماه 1404 هستش. اولین ویدیوی کانالمون. امیدوارم که ازمون حمایت کنیم و من ویدیوی بیشتری براتون بگیرم. این ویدیو مربوط میشه به مدیتیشن و قبل خواب. میدونم خیلی از شما عزیزان موقع خوابیدنتون مثلا ساعت 10 که میرین توی رخت خواب مثلا تا ساعت 2-3 فکر میکنید، نه اینکه خودتون بخواید، خودش هی اضافه میشه، هی خودش میاد، افکار مختلف، نمیدونم از هر داستانی خودش هی میاد، نه اینکه خودتون بخواید، خودش میاد. راه این کار مدیتیشن هستش. من خودم تا همین چند وقت پیش همین مشکل رو داشتم، ولی یک جا خوندم که بهترین کار برای ترک این چیز مدیتیشن هستش. به نظر من قبل خواب همیشه 5 الی 10 دقیقه مدیتیشن بکنید، چون واقعا ذهن رو خالی میکنه و از هر نظری که بگی مثبت است. خیلی خوبه، روی پیشرفتتون خیلی تاثیر میذاره. دقیقا به من از پارسال که همین کار رو شروع کردم واقعا پیشرفت خوبی داشتم و از لحاظ ذهنی واقعا ذهنم خالی شده و تمرکز روی کارم دارم. بریم سراغ اون افکار قبل خواب. بریم شما وقتی که ساعت 10-11 میرین توی رخت خوابتون بخواین بخوابین، به یک جا خیره میشین، ممکنه به یک جا خیره بشین، یا اینکه مثلا چشاتون رو میبندین ولی ذهن خودش هی فکرهای مختلفی میاد تو ذهنتون، هی از موضوعهای مختلف، داستان، و بیشتریاتون مثل من با آینده فکر کنید تو این سن و سال، هی راهکارها، هی مسائل مختلف در مورد آینده هی میاد تو ذهنتون. برای ترک این کار راه حلش اینه که قبل خواب فقط 5 دقیقه مدیتیشن بکنین. حالا مدیتیشن چطوریه؟ کاری که من خودم انجام میدم، مدیتیشنی که من خودم انجام میدم، سینه رو سپر میکنم، کمر خم نشه، صاف، بعد 2 دست روی زانو، چشاتون رو میبندین، 10 تا نفس عمیق میکشین. 10 تا نفس عمیق. بعد از این کار فکر کنین که دقیقا من دارم مدیتیشن که من خودم انجام میدم اصلش نیست، ولی خودم واقعا با همین خیلی حال میکنم و دقیقا با همین ذهنم رو خالی میکنم. 10 تا نفس عمیقی که کشیدین و شما بیاین فرض کنید توی یک کلاسی نشستین، مثل مدرسه توی یک کلاسی نشستین، دقیقا میز جلو هیچ کس نیست، شما اینو یک مثلا استاد مثلا جلوتونه، شما میشینین میز جلو دقیقا روبروی تخته. استاد میاد بهتون میگه، دقیقا من همینطورم، استاد میاد بهتون میگه خب امیر، اسم من امیره، امیر این افکار توه، با خودت بگو افکار تو بیار جلو، الان چیزی که تو ذهنت هست میاری جلو. استادت بعد میرسه روی تخته میگه امیر این چیزی که تو داری بهش فکر میکنی، چند وقت توی ذهنت هست، اینها رو باید براش برنامه‌ریزی کنی. حالا چیکار میکنی؟ وقتی چیزی که تو ذهنت هست رو آوردی روی اون تخته، فکر کن استاد داره بهت میگه همه رو پاکش کن. فکر کن یه مغزی رو جلوت گذاشته استادت، اونو داره میشوره، یعنی همه چی رو میبره با خودش، ذهن خالی. دقیقا همینطوری نفس عمیق که کشیدین، فکر کنید یه مغزی رو جلوتون گذاشتن، اون مغز شماست، داره میشورتش، همه چی باید از بین بره. بعد از این کار دقیقا من همین کار رو انجام میدم، واقعا نتیجه خوبی گرفتم. وقتی که
ببخشید ویدیو قطع شد. داشتم میگفتم وقتی که داشت اون مغز رو آوردن جلوتون، اون مغز شماست. فکر کن استاد داره شلنگ آب میگیره، همه رو داره از بین میبره. یعنی دیگه ذهن شما باید خالی باشه. خب حالا استاد میاد بهت میگه که مثلا امیر، هدف اصلی توی زندگی چیه؟ اون هدف اصلیه، اون چیزی که براش توی تلاش میکنی، اونو بیار توی ذهنت، فقط همونو. یعنی خالی بعد اینکه خالی کردی ذهنتو، اون هدف اصلیه رو میاری توی ذهنت. خب حالا بهت میگه در مورد این بیا اینو تقسیمش کن به چند، بهش بگو که من تا چند سال دیگه به این میتونم برسم، چه راهکارهایی وجود داره، اون راهکارها رو بیام براش برنامه ریزی بکنم و روز به روز براش تلاش کنم که به هدف اصلیم نزدیکتر بشم. دقیقا خود من که همطوری بودم. من از لیگ 2 مشهد رسیدم به لیگ کشور، فوتبال بازی میکنم. از لیگ 2 مشهد اومدم لیگ کشور، اومدم برنامه ریزی کردم. خب هدف اصلی من چیست؟ من هدفامو به صورت بلند مدت نوشتم. خب یعنی انگار من کلا به هدف فوتبالم 4 تا هدف دارم که الان اولین هدف من لیگ کشور بود تو این سن که بهشم رسیدم، خدا رو شکر. برنامه ریزی کردم، تلاش کردم، دیسیپلین داشتم، از خیلی کار رو زدم. خب شما بیاید همین کار رو بکنید. بعد از این که کوتاهش کردین، واسش برنامه ریزی کنید، روز به روز تلاش کنید، تمرین کنید. خب حالا بعد از این کار بیاین به اون حال خوبش فکر کنید. مثلا به کارهای مثبتش، به حال خوبش. مثلا خودتو تصور کن بهش رسیدی. خب اینطوری خودتو به تصور کن که الان بهش رسیدی، چه حالی داری، همون حس رو منتقل کن به خودت. خب اینطوری. بعد این که تموم شد، برو سراغ بعدی، موضوع بعدی رو بیار. همینطوری واسهش برنامه ریزی کن، بعد حال خوبش رو در نظر بگیر و تا بعدی. بعد همه که سر جمع شد، حالا اونجا یه برنامه واسه خودت بچین، ذهنت خالیه. بعد اونجا هدف اصلی تو مشخص کن، بگو من میخوام آقا به این برسم توی زندگیم فلان. بیا روز به روز واسه خودت برنامه ریزی کن که روز به روزم به هدفت نزدیکتر بشی. و برای اون قبل خوابتونم، فقط موقع قبل خواب این مدیتیشن بود، ولی به قبل خوابتون که خیلی از موضوع مختلفی میاد توی ذهنتون، شما فقط بیاین همون راهکاری که گفتم، فکر کنید استادتون جلوتون نشسته، شما نشستین، استادتون هم جلوتون، ذهنتون مغز شما رو گذاشته وسط، شلنگ میگیره، همه میره. خب تو اونجا با خودت بگو به هیچ چی نمیخوام فکر کنم، فقط بخوابم، فقط خواب، به هیچ چی فکر نکن. شما نه به گذشته فکر کنین نه به آینده، فقط حال، فقط الان، جایی که توش دارین زندگی میکنین، زمانی که دارین توش زندگی میکنین، فقط حال. خب اصلا فکر نکنین به اون گذشته چیکارایی که از دست دارین یا به آینده چیکارایی بکنید، فقط حال. کارهایی که امروز شما انجام میدین فرداتون رو مشخص میکنه. میگیرین چی میگم؟ یعنی کارهایی که شما امروز واسش برنامه ریزی کردین، دارین تلاش میکنید، تمرین میکنید، فردا روزتون رو میسازه. خب فرداتون رو میسازه. اینی که زندگیتون رو تشکیل میده. اوکی؟ پس لطفاً توی زندگی خیلی فکر نکنیم. منم همینطوری بودم، ولی با همین مدیتیشن واقعا کار خیلی خوبی بود. من واقعا به نتیجه رسیدم و امیدوارم که شما به نتیجه برسید. لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و حمایت کنید. ممنون.